الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم تماشابینان عزیز، ما امروز در برنامه نوبتی آنلاینی مرکز اسلامی جمهوری قرار داریم و موضوع صحبت ما درباره دیدار خداوند در جنت حق است. در همین موضوع میخواهم تفصیلات بیان کنم و علمای اهل سنت و جماعت درباره دیدار خداوند جل و علا در روز آخرت چه دلیل دارند و انسان‌هایی که اهل بدعت از جمله خوارج، معتزله و روافض در این باره چی میگن و دلیل‌هاشون چیه و دلیل‌های علمای اهل سنت و جماعت بر ضد آنها چیه، میخواهم به قدر وسع طاقتی که دارم به سمع شما برسانم. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش بیان میکند: بسم الله الرحمن الرحیم و یرا فی الاخرة و یراه المؤمنون و هم فی الجنه. یعنی خداوند جل و علا را در دار آخرت دیده می شود، یعنی میبینن مؤمن ها در جنت خداوند جل و علا را میبینن. خداوند جل و علا را در جنت میبینن گفتنش این معنا نداره که خداوند جل و علا در جنت باشه، بلکه مؤمنان در حالت جنت بودنشان خداوند جل و علا را میبیند، به تشبیه، به کیفیت، به مکان و به جهت خداوند جل و علا را میبیند. و برای این دلیل حضرت امام اعظم رحمت الله علیه آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراوان است که خداوند جل و علا در آیه 22 و 23 سوره قیامت می‌فرماید: استعیذ بالله وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. صدق الله العظیم. در این آیه مبارکه خداوند جل جلاله ما و شما را خبر می‌دهد هر صاحب‌های روی‌ها در روز قیامت تازه و تابان به سوی پروردگارشان نظر کننده هستند گفته خدای تعالی صراحتاً قرآن را بیان میکنه. و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان که حضرت جریر رضی الله تعالی عنه روایت میکند: ما یک روز در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم که میگه ماه شب 14 بود، بسیار که ماه کاملا همون شب 14 ده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را فرمودند: انکم سترون ربکم کما ترون القمر فی هذه اللیله لا تضامون فی رؤیته. یعنی البته شما گفت پروردگارتان رو میبینی همچنانی که این ماه را میبینی. این ماه دیدن رنگ ماه که 14 پرشیدگی این خیلی نه، بلکه تشبیه رویت است که همچنانی که در مثلا ماه اولش هلال میگن، مطلق ماه قمر میگن و شب 14 همه شب بدر میگن. شاید انسان هایی که در بعض چشم هاشون خلل داره، زیان داره، اونها نتوانند که یک چیز در اول ماه مثال که بینن همه هلاله، لیکن وقتی که ماه 14 شید یگام کسته شبهه نمیمونه، پوشیده نمیمونه، همه میبینه. همچنانه که همه که میبینه شما هم خداوند جل و علا را در دار آخرت که همه خیل میبینی که برای دیدن یگام شک شبهه نیست. در دوام حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: لا تضامون فی رؤیته. در دیدن خداوند جل و علا هیچ کس شما را تنگی نمیکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون میفرماید که اهل جنت 100 مقام دارند، مابین هر مقام 500 ساله راه. همه اهل جنتی ها وقتی جنت بدن یکسان خداوند جل و علا رو میبینه، یگام کس تنگی نمیکنه. عادتا در دنیا اگر اوشت هر کس اشتیاق داشته باشن در یک چیز تماشا کردنش یا دیدنش، شاید تنگی کنه، شاید دیگران را ازدحام شوه، شاید بعضی آدم ها نبینن. مبادا همین خیل فکر، همین خیل خیال در فکر شما نیا گفته. در اخیر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در رویت دیدن خداوند جل و علا هیچ کس شما را تنگی نمیکند.
که شما خداوند جل و علا را بی شبهه بی ممانعت میکنید میبینید. و برای همون تمام علمای اهل سنت و جماعت که اقرار دارند و دلیل دارند برای دیدن رویت پروردگار در دار آخرت. در شرح همین حدیث حضرت علامه ملا علی قاری رحمت الله علیه در کتاب شرحش بیان میکند که مذهب اهل سنت و جماعت این است که خداوند جل و علا را دیده می شود، نه در جهت. و این حدیث تشبیه رویتی بر رویت است، یعنی که دیدن خداوند جل و علا که همچنانی که بندگان که چرا ما هم میبینن بی شبهه اینچنین خداوند جل و علا را میبینن به ما. این تشبیه مرئی به مرئی نیست که یعنی خداوند جل و علا رنگ شب 14 دیده شود. دیدن خداوند جل و علا بی چوبینگی. برای همون حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب وصیت نامه اش چنین مینگارد که دیدار خداوند جل و علا برای اهل بهشت بی چگونگی و بی مانند کردن، یعنی بی تشبیه کردن و بی جهت حق و ثابت است. گفتگی برای چی؟ برای خداوند جل و علا خود در آیه قرآن درباره ذات خودش سوره شورا آیه از خبر میدهد استعیذ بالله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. نیست مثل خداوند جل و علا شیء، او بسیار شنواست و بیناست. میگه برای اما هر چیزی که علما میگن که توحید در اصطلاح شریعت چیه؟ توحید در اصطلاح شریعت پاک ساختن. حضرت مولانا که ابوالمنتهای مغنیساوی در کتاب شرح فقه اکبر همین خیلی بیان میکنه که چی میگن؟ میگن که یعنی خداوند جل و علا را چی میگن؟ یعنی هیچ شی را مانند کرده نمیشود. و توحید معناش میگه که میگه هر چیزی که در خیال و فکر و ذهن ما درباره خداوند جل و علا میگذره خدای تعالی غیر او است. برای هم میگه که پاک ساختن ذات خداوند است از هر چیزی که در ذهن ها تصور کرده می شود، در وهم ها خیال کرده می شود و غیر آن دانستن است. برای که خداوند جل و علا خودش در قرآن در آیه مقطوعه خبر میدهد که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. نیست مثل خداوند جل و علا شیء، او بسیار شنواست داناست. برای همون هر چیزی که در دیگر شیءهای در تصور و فکر ما میآید خداوند جل و علا او خیلی نیست. برای همون حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش میگه که و هو شیء لا کالاشیاء. خداوند جل و علا شیء است، لیکن شیعیت خدای تعالی معنی چیه؟ و معنی شیء اثباته بلا جسم و جوهر و عرض. معنای اثبات شیعیت خداوند جل و علا، خداوند جل و علا جسم نیست، خداوند جل و علا جوهر نیست، خداوند جل و علا عرض نیست. جسم جوهر ای عالم چیه؟ عرض اجزای عالم ای. خداوند جل و علا از عالم و اجزای عالم چیه؟ منزه ای. خدای تعالی را جسم گفته نمی شود، خدای تعالی را جوهر گفته نمی شود، خدای تعالی را عرض گفته نمی شود. جسم چی میگن؟ هر چیزی که مرکب باشه او جسمه. هر چیزی که مرکب است او جسم. اجزای عالم عبارت از همین چیزها است. اجزای عالم عبارت از دو چیز است، یکی قائم به ذات یا که قائم به غیر ذات. چیزهایی که قائم به ذات با دو قسم می شود، مرکب می شود، غیر مرکب می شود. مرکب شود جسم، غیر مرکب شود جوهر. هر چیزی که مرکب باشه و جسم، هر چیزی که غیر مرکب باشه، یعنی که حضرت علامه تفتزانی در شرح عقاید نصفی میفرماید که جوهر چی است؟ جوهر جزء الذی لا یتجزا، جزئی قبول جزء شدن نداره. مثلا مثال میبنده که یک چیزی کلوله مثلا رنگ اینا توپا اگر در جای سطح هوا همین خیلی مونی او توپا اونجا بگیری ای همون یک نقطه پیدا میشه در بالای همون سطح، آن همون نقطه را میگن که جوهره. این جزئی است که او قبول شدن جزء شدن نداره. جوهر چیزی که در جسم ها، در عرض چیزی که در جسم ها و در جوهرها پیدا میشه، بوی ها، مزه ها، بودنی ها، رنگ ها، اینا چیه؟ همش عرضه که در جسم ها و در جوهرها پیدا می شود. مثلا اوقات خودش مرکبه، مرکب از چی است؟ از روغن، برنج، گوشت، سبزی و دیگر اشیاء. لیکن اوقات بویی که در اوقات قائمه عرضه و مزه که در اوقات قائمه عرضه، رنگ عرضه، خودش قائم به غیر ذات که تو ورق نباشه یا چیز نباشه دیده نمی شود. لیکن چیه؟ لبای محترم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
محترم میگوید که روز قیامت گویا همه مردم خدا را میبینن. بارک الله، ثواب شما را شنیدیم، ان شاء الله جواب میگردونیم که برادر عزیز سوال میتونه که آیا در روز قیامت همه مردم خداوند رو میبیند؟ و ما پیشتر گفتیم که شاید این کس اول برنامه تماشا نکرده باشه، گفتیم حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش گفتن که و یرا فی الاخره و یراه المؤمنون و هم فی الجنه. در جنت بودن مردم، یعنی در جنت کیان؟ مسلمان ها، یعنی مسلمان ها خداوند جل و علا رو میبینند. یکی کیفیت دیدن شه به چی گفته است؟ به کیفیت است، به چگونه است، به تشبیه، به جهت، به چیزی. برای ما گفتیم هر چیزی که درباره ذات خداوند جل و علا در خیال ها، در فکر و در ذهن ها میگذره، خداوند جل و علا او خیلی نیست. برای همون یعنی خداوند جل و علا را در دار آخرت در جنت بودن، مسلمان ها در جنت بودن به مکان، به جهت، به کیفیت میبینه. فقط مومن ها میبینن، غیر مومن ها دیگه کس نمیبینن. برای که مومن ها در جنت این خاصه نعمت خداوندی است که خداوند جل و علا این نعمت برای بندگان مومنش لایق دیده است که فقط مومنان خداوند جل و علا را در جنت میبینند. ما تفصیلات بیان حضرت فقه اکبر حضرت امام اعظم بیان کردیم که حضرت امام اعظم گفت که و معنی شیء اثباته بلا جسم و جوهر و عرض، در دوامش گفت که ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له، یعنی خداوند جل و علا را دیدنش چی است؟ اون که خدای تعالی حد نداره، خدای تعالی ضد نداره، خدای تعالی مثل نداره، خداوند جل و علا چی؟ مقابل نداره. انا هر چیزی که در تصور اشیایی که در دنیا هسته که بعضی ها مانندی داره یک دیگرش، بعضی شیء ها را دیده می شود، بعضی شیء ها مثال ضد داره، مثل داره. انا وقتی که حضرت امام اعظم گفت که و هو شیء لا کالاشیاء گفت، این چیزها یعنی که چی رد می شود؟ یعنی خداوند جل و علا از عالم و اجزای عالم، از مخصصات اجزای عالم چیه؟ منزهه، که خدای تعالی ضد نداره، خدای تعالی حد نداره، خدای تعالی ند نداره، خدای تعالی مثل نداره. حد چیه؟ حد تعریف حد میگن. مثلا میگه که من حد الحرف، میگه من حد الحرف نحو در لغات عرب میگه که حرف چیه؟ میگه الحرف مدل علی معنی فی غیره. حرف یک چیز است که یک قسم کلمه است که دلالت میکنه بر معنایی که اون معنا کاین در غیرشه. مثلا میگه که سرت من البصره الی الکوفه، من برای ابتدا بودن الی برای انتها بودن شه. وقتی که همون زم کردی فعل اسم گفتی بعد میفهمی، و ای لفظ من یا که ای لفظ الی فهمیده نمیشه. همین چی میگن؟ تعریف حد. تعریف اسم میگن که مل حد الاسم، میگه الاسم مدل علی معنی فی نفسه غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه. اسم همین خلاصه میگن که در معنای خودی دلالت میکنه، یگام زمان در بر نمیگیره. مثلا میگه زید، عمرو، بکر، خالد، خانه، باغ، سیب، فلان فلان. فعل چیه؟ الفعل مدل على معنى في نفسه مقترنين باحد الازمنه الثلاثه. فعل همین خاصیتی که او دلالت بر معنای خودش میکنه و یکی یگام زمان در بر نمیگیره. همین چی میگن؟ فعل میگن. مثلا میگو که زد وای مرد در زمان گذشته، یا میزند وای مرد در زمان آینده، در مقابل یک معنا دلالت کردن یک زمان دیگه بعد در برابرش میگیره. انا همین ها را چی میگن؟ حد میگن. یا که علمی منطق میگه که ما حد الاسم، ما حقیقة الانسان، میگه الانسان حیوان ناطق. انا حیوان ناطق برای همین انسان چیه؟ حد. تعریفه که انسان حیوان ناطقه، هر چیزی که حیات داشته باشه، هر چیزی که ناطق باشه و چیه در تحت همین کلمه انسان داخله گفتگی. انا همین عبارت که ای مراد ای حد میای، یا که بعضی علما میگن که مراد ای حد چیه؟ نهایت، اخیر. یعنی خداوند جل و علا کنه اخیر نداره، کنه آخر حقیقت کنه خداوند جل و علا را غیر از خودش دیگر هیچ کس نمیدونه. یا حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در حدیث مبارکشون که حضرت امام بخاری و مسلم روایت میکند میگوید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. ای پروردگارا، او قدری که تو ذات تو سزاوار شناختن، ذات تو شناختن عبادت نشناختم و عبادت کردن نتونستم. برای همو در کتاب ها میارن که یک قسم ملائکه های از زمانی که او را خداوند جل و علا خلق کرده است تا روز قیامت تقدیس خداوند میکنن در رکوع. چی میگن؟ میگن سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یعنی یک گروه ملائکه های او در چی است؟
تقدیس خدا را میکنن در سجده، میگن سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. یعنی پاک از خداوند جل و علا، آنچنان خدایی که رب من که چیه از بزرگ است، کلان است، گفتگی میشه بزرگ مرتبه است، و سبحان ربی الاعلی خداوند جل و علا بزرگ مقام و بزرگ مرتبه است. گفته انا میخواد تقدیس دارن. اینها تا روز قیامت تسبیحشان همیه، بعضی در رکوعن، بعضی در سجدهن. همین ها میگن که ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. ای پروردگارا، ما حق شناختن تو رو نشناختیم، او قدری که تو سزاوار و لایق عبادت هستی عبادت کرده نتوانستیم. انا میخواد خداوند جل و علا مستحق شناختن، مستحق عبادت است. برای حضرت سعدی بزرگوار رحمت الله علیهم در اول کتاب گلستانش همیشه بیان میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم، بنده همان به که تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. همون خیلی بنده خوبه که در درگاه خداوند جل و علا چیکار کند؟ ناقصی خود، عاجزی خودش اینکار چیکار کند؟ اقرار کند که پروردگار او قدری که تو لایق پرستش، لایق عبادت، لایق شناختن نتوانستم. وگرنه اگر همین خیلی عذر در درگاه خدا بیان نکند، هیچ مخلوق، هیچ کس نمعلوم پیغمبر مرسل او قدری خداوند جل و علا سایر لایق سزاوار و پرستش عبادت کرده، پرستش کرده نمیتواند. برای محترم عزیزان، باید ما خداوند جل و علا را شی بگیم و شی گفتنش خداوند جل و علا خودش در قرآن گفتگی سوره شورا آیه 11 استعیذ بالله لیس کمثله شیء، و در دیگه آیه گفتگی قل ای شیء اکبر قل الله. گفته شیء اطلاقش برای خداوند جل و علا هست، یعنی اسماء الله گفتیم توقیفیه، هر چیزی که خدا و پیغمبر در حق خداوند جل و علا گفته است همون چیزا درباره خداوند جل و علا گفته می شود. برای همون جسم اومدگی نیست، جوهر اومدگی نیست، برای همون که خداوند جل و علا را جسم گفته نمی شود، خدای تعالی را جوهر گفته نمی شود، خدای تعالی را عرض گفته نمی شود. که برای چی؟ برای اینها از اجزای عالمه ما گفتیم خداوند جل و علا از عالم و اجزای عالم منزه و پاک است. گفته بیان کردیم. لبای بچه جون. سلام علیکم. علیکم السلام. اکد عمر سوال دادم ممکنه؟ میشنوم. امی دیدار پروردگار با کدام آیت ثابت شده؟ سلامت باشی، سلامت باشی. برادر عزیز میپرسه که دیدار خداوند با کدام آیت ثابت شده؟ ما پیشتر گفتیم که سوره قیامت آیه 22 و 23 خداوند جل و علا صراحتا میگه وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. با حدیث حضرت پیغمبر را گفتیم. با در دیگر آیات های قرآنی چی است؟ آیات های قرآنی خداوند جل و علا چی است؟ در باره خداوند جل و علا را دیدنش اومدگیه که سوره یونس آیه 26 خداوند جل و علا میگه استعیذ ولله للذین آمنوا الذين احسنوا الحسنى و زیاده. للذین احسنوا الحسنى و زیاده. احسن چیه؟ یعنی کدام انسان‌هایی که ایمان دارن برای او حسنای و زیاده ای گفتن. انا حسنا چیه؟ حسنا مقصد چی است؟ جنت ای و زیاده را تمام مفسرین اهل سنت و جماعت بیان میکنن که مراد از زیارت چیه؟ دیداری خداوند بیچون چرای خداوند جل و علا گفته بیان میکنن. و حضرت امام طحاوی رحمت الله علیهم در موردی که می نویسه که تفسیر بیان درست دیدار خداوند جل و علا در آیات ها همچنون که خداوند جل و علا اراده کرده است و میداند و در احادیث صحیح آمده است که آنچنان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اراده کرده است. یعنی در موضوع دیدار پروردگار هیچ آیت حدیثی را به فکر خیال خود تعبیل نمودن درست نیست. گفته حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه بیان میکند درباره دیدار خداوند جل و علا. برای همون محترم عزیزان باید که ما چی داشته باشیم؟ باور داشته باشیم که یقین داشته باشیم و عقیده علمای اهل سنت و جماعت همین است که دیدار خداوند جل و علا را بیچون چرا در دار آخرت دیده می شود. گفته خداوند جل و علا بیان کرده است. و
ما گفتیم بدون تعویل. برای چی؟ علمای اهل سنت و جماعت میگن خداوند جل و علا را بدون تعویل دیده می شود. برای چی؟ برای اهل بدعت. اهل بدعت کیا است؟ اهل بدعت یعنی خوارج، معتزله، روافض، اینها میگن که خداوند جل و علا را در دور آخرت دیده نمی شود. دلیل های عقلی و نقلی میارن. اونها چی میگن؟ میگن که میگن فکر آدم ها را مغالطه میکنن، از چی؟ از حقیقت دور میبرن. میگن که اگر باشد خداوند جل و علا در دور آخرت رویت ثابت کنیم، خداوند جل و علا در مکان بودنش لازم میاد، جسم بودن خدای تعالی میاد، در مثال که جد جهت بودن لازم میاد، در مقابل بودن لازم میاد. خداوند جل و علا که از جسم و از جهت ایا که پاکی، برام ای رویت هم پاکی گفته، رویت محال میگن. دلیل های عقلی قطعی اثبات میکنن، میگن که رویت دیده نمیشه گفته. همیره چی میکنن؟ دلیل میارن. ربای السلام علیکم داملای محترم. و علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال دارم. میشنوم. آیا در بهشت مردم خدا را میبینن یا نه؟ بارک الله، بارک الله. سلامت باشی. پاسخ هستیم. این برادر عزیز در اول موضوع ما را نشنیدن چی گفتار که ما گفتیم که خداوند جل و علا را در بهشت بدنشان میبینن. در بهشت بدنشان میبینن، نه که به جهت، به کیفیت، به مقابله. گفته حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بیان کردگی که و یراه المؤمنون و هم فی الجنه، گفته بیان کردگی که میبینن. ما پیشتر گفتیم اهل بدعت دلیل های عقلی و نقلی دارن برای خداوند جل و علا را دیده نمیشه. میگن دلیل عقلیشون همین که اگر باشد خداوند جل و علا در رویت ثابت کنیم، خدای تعالی را جسم بودن، در مکان بودن، در جهت بودن لازم میاد. خدای تعالی از جهت، از مکان، از طرف بودن منزهه و از دیدن منزهه. گفته دلیل های عقلی میارن، مردم را عقلش میدوزه. و دلیل های نقلی که آیت قرآنی را مثال میارن، لا تدریک الابصار و هو یدریک الابصار، انا میره دلیل میارن. یا بعد سوال وارد میشه که خداوند جل و علا در قیامت در آیه سوره 22 و 23 سوره قیامت گفتگی که استعیذ بالله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره را صراحتا آوردگی. اینو چی میگه؟ بعد تعبیر میکنن. انا برای همون تعبیر هاشون حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه گفته که دیدن خداوند جل و علا را ثابت میکنیم با آیات ها و حدیث بدون تعبیر ها. هیچ خیل تعبیر، هیچ خیل معنای دیگر در ظاهری قرآن دیگر طرف نمیبریم. او میگه که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره را الی نعمت ربها منتظره تعبیر میکنن، معنا میتین. اگر باشد پرسی گوره که همین معنا را شما از کجا یافته، همین تفسیر از کجا یافته، سند قطعی اثبات کرده نمیشه. ما گفتیم که پیشتر گفتیم که دین چیه؟ سنده. دین فقط با سند میشناسیم. دین سنده. سند چیه؟ قرآن و احادیث حضرت پیغمبر. ما دین باسی با آیات های قرآن و احادیث حضرت پیغمبر میشنیم. فقط عقل چیه؟ عقل اصل در شناخت دین آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر. عقل سببه. انسان اگر عقل نداشته باشه چی میشه؟ هیچ چیز اثبات کرده نمیتونه. انا او علمای اهل بدعت، چی خوارج، چی شیعه، چی روافض، چی مثلا مشبهه، چی مرجئه، چی همه اونها میگن که دین اصل در شناخت دین میگه چیه؟ عقله. آیت قرآن و احادیث حضرت پیغمبر طبیعی میگه چه؟ عقله. یعنی وقتی که کدام آیت قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر اگر در عقل موافقت کنه او را ظاهرش قبول میکنیم، اگر به شرط موافقت نکنه قبول نمیکنیم، گفته تعویل میکنن. انا از جمله هم تعویلشون همیه که الی نعمت ربها منتظره تعویل میکنن. ما گفتیم سند قطعی وقتی که اثبات شود که همین تفسیری که شما گفته الی نعمت ربها که از کجا شما گفته، دلیلش اثبات کردن نمیتونن که سند قطعی که ایرا پیغمبر گفته است یا تابعین گفته است یا تبع تابعین گفته است یا صحابه گفته است، اثبات نمیکنیم. علمای اهل سنت و جماعت هر سخن و هر دلیلی که میگه که خداوند جل و علا همین خیلی گفتگی، زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یا که علما تابعین یا که تبع تابعین یا صحابهان اجرا همین خیلی تفسیر کرده گفته بیان میکنن، سند قطعی اثبات میکنن. وقتی که هر تعبیری که هر آیت و هر حدیثی که اگر باشد که با سند اثبات شود و قبول ای، هر گپی که
به سند باشه، هر گپی که ای عقل ناقص خودشان باشن او تعویل مردود ای و علما میگن که این قیاسی یکی شما کردستی قیاس شاهد بر چی ای حاضر و غایب ای که غایب خداوند جل و علا حاضر اشیایی که شما میبینید. این شما که دعوا میکنه که خداوند جل و علا رو در جهت دید شود که جسم بودن خدا لازم میاد، در مکان بودن لازم میاد، گفته این در چیزهایی که حاضره، در چیزهایی که مخلوق ای شما ببینید خداوند جل و علا چی ای خالق ای، ضد تمام مخلوقات ای و صفاتش هم تمام مخلوقات ای و اسمهاش هم ضد تمام چی ای مخلوقات ای که خداوند جل و علا را رویت شه به این چیزی که ما در اشیایی که حاضر میبینیم این قیاس کردن نمیشه او را که این چیزها لازم میاد گفته. و ما علمای اهل سنت و جماعت چیزی که در ظاهر قرآن و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است بدون چگونگی بدون تعویل باید به گفتگو ما قبول داشته باشیم. و خداوند جل و علا خودش میگه و در دیگه آیت میگه استعیذ بالله که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اونا برای همین را دیدن نادیدنش همین آیت دلیل میکنن. ما همین آیت علمای اهل سنت و جماعت برای دیدار خداوند جل و علا استدلال میکنین، برای که علمای اهل سنت میگه که ادراک از رؤیت فرق داره. رؤیت عامه، ادراک خاصه. میشوه که ادراک شوه او نه که رؤیت نشوه، رؤیت به ادراک میشوه. برای همون خداوند جل و علا را چیکار کرده میشود دیده میشود. گفته همین آیت استدلال میکنن علمای اهل سنت و جماعت. و در دیگه آیت خداوند جل و علا میگه که انا حضرت لبای بچه جون. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. میباشید دوملو مرکز اسلامی تاجیکستان. بله بله. دوملو یا چی پرسیدنی بودم. میشنوم. همه اگر خودش همه آدم لو باشه مثلا دو تا شاهد بیاره میشه و که خودش نکاح کنه برای خودش بزنه. سلامت باشه سلامت باشه بچه جان. انا این سوال این بچه جان این موضوع ما بیرون ای یکی به هر تقدیر اولی پاسخش جوابش میگردانیم ولی بدتر این موضوع صحبت ما در دیگر چیزای لبای الو لبای لبای ببخشید مرد تلفن میشنوم. میشود الو بعد جواب میگم هولی. خب علمای اهل سنت و جماعت میگه که چیزی که در ظاهر قرآن ای ما او را باور داریم و حضرت خداوند جل و علا در سیره در قصه حضرت موسی علیه السلام که حضرت موسی علیه السلام خداوند جل و علا در سوال کرد چی گفت؟ ربی ارینی انظر الیک. خداوند جل و علا گفت لن ترانی ولکن انظر الی الجبل این استقر مکانه فسوف ترانی. و صدق الله العظیم. در دوام آیات میگه ولما تجلی ربه الجبل خر موسی ساجدا. گفتم میگه انا خداوند جل و علا حضرت موسی علیه السلام گفت که ای پروردگارا تو مرا نشان بده ما تو را نظر میکنیم. گفته برای که سبب سوال دادن حضرت موسی این بود که حضرت موسی وقتی که گفتن که شما ایمان بیارید به خدا ایمان بیارید با من حقیقت کنید و گفتن که پروردگار تو چیه چه خیلی گفته. بعد همین سوال داد حضرت موسی علیه السلام و خداوند جل و علا گفت که مرا نمیبینی اگر در کوه نظر کن اگر کوه در جاش قرار بگیره میبینی. لبای السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید؟ سلامت باشین. یک سوال داشتیم اگر اجازه باشه. میشنوم. اگر در همین دنیا که اون انسان هست که اون شخصان اشخاص هست که خدا رو دیده باشن یا دیده میتونن خداوند رو در همین دنیا. سلامت باشی. تو سوال میده آقا جان. سلامت باشی سلامت باشی. خب ما از کتاب ها بیان کردیم از احادیث حضرت پیغمبر آیات ها بیان کردیم که دیدار خداوند جل و علا را در دار آخرت دیده می شود. در دنیا دیدن خداوند جل و علا ممکن نیست. اگر به شرطی ممکن میشید او را حضرت موسی علیه السلام میدید. دیدن خداوند جل و علا فقط در دار آخرت است. هیچ کس خداوند جل و علا را در این دنیا ندیده است
نه انسانهای قطاری، نه پیغمبر مرسل و نه دیگه کسی. لابای استاد لابای بخشید یک سوال دیگه هم اونا استاد نکردم. همیشه من گفتم استاد لابای آیا همه بحثا نمیک دعوامش همینه که آیا خداوند رو که دیدن بچهش به سر ببینن که بچهش میدین حضرت جون همیشه معلومات خدا سلامت باشه سلامت باشه. بله سلام. خداوند جل و علا را در روز قیامت همین چشم سره که در مثال انسان ها است با همون چشم سرشون خداوند جل و علا را میبینن. دیدار خداوند جل و علا حقیقت است، با چشم سر میبینن. یکی کیفیتش ما نمیدونیم، کیفیت دیدنش نمانند دیدنی که در این دنیا مخلوقات میبینیم به این نیست. یکی خداوند جل و علا را دیدنش یی میبینیم، یکی به چگونگی. برای هم حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفته که بلا که گفتن برای همون که به چگونگی و به جهت و به چی میبینن، با همه چشم سر میبینن. یکی دیدنش کیفیتش ما خودداری میکنیم برای کیفیتش، نه در آیات های قرآنی نه در احادیث حضرت پیغمبر صراحتا آمدگی نیست. برادر عزیز اینجا سوال کرد، گفت که السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. اکرد دملو سوال داشتیم. میشنم. این دیدار پروردگار آیا تنها یک روز میشود؟ سلامت باشی. سلامت باشی. برادر عزیز سوال میکنه که آیا دیدار خداوند جل و علا در دار آخرت یک باره یا که چند بار؟ علما در این باره بیان کردگی که دیدار خداوند جل و علا کی است که انا حضرت از جمله ابن عابدین رحمت الله علیه در فضیلت روز جمعه بیان میکنه که بعضی مؤمن ها در روز جمعه خداوند جل و علا را در دار آخرت میبینند، که بعد در دوامش میگه که این دیدن بچه‌ای محمول بر همون مقام و منزلتی همون مؤمن هایی که در جنت هستند. بعضی مؤمن ها در میسر میشه که هر روز میبینن، بعضی مؤمن ها در 3 روز میبینن، بعضی مؤمن ها در چی میبینن؟ در هفته یک بار میبینن، بعضی مؤمن ها در روز جمعه میبینن، بعضی مؤمن ها ممکن یک سال یک بار در روزهای عید بینه گفته میگن. بعد در دوامش تفصیلش تا بیان میکنه که محققین بیان میکنه که یعنی دیدار خداوند جل و علا در دار آخرت هست. دیدنش تا چی علما بیان کردگی که چند بارها میبینن با موافق عملشان. و در دوام همون توجیهاتش تا بیان میکنه که ولی زنها اذیتی که در چادر هستن خداوند جل و علا را نمیبینن، فقط به استثنای روزهای عید، روز عید رمضان، عید روز قربان خداوند جل و علا تجلی ذاتش در اونجا عام میشود. همون روز خداوند جل و علا را چیکار میکنن؟ میبینن. که در زنها هم باید میبینن. لیکن بعضی علما میگن که آیت مطلق آمدگی استعیذ بالله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره آمدگی و حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفته است که میبینن مؤمن ها در جنت بدن عام گفتگیان، خواه زنک باشن خواه مردک باشن، خواه مرد خواه زن، خداوند جل و علا میبینن. یکی بعضی علما میگن که زنها در خیمه هستن که نمیبینن هر روز، زنها فقط در روز عیدها و در روز جمعه میبینن. گفته علما در این باره چی دارن؟ اختلاف دارن درباره دیدار خداوند جل و علا. لبای مولا محترم السلام علیکم. علیکم السلام. سوال دارم، هنگام دیدار پروردگار چه حیثیت مؤمن را فرا میگیرد؟ سلامت باشی. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که در حدیث مبارکشون اومده است وقتی اهل جنت همه جنت بدرویان، خداوند جل و علا میگه که آیا من چیگم چیز میخواهی؟ اهل جنتی ها میگه یا پروردگارا با همون ایخ نعمت دادی، در جنت رو وردی، راحت در ایخ نعمت های بزرگت، آیا با چی با ای خودت سوال کنیم؟ خداوند جل و علا میگه حجابش یعنی پردهش روی میشود. خداوند جل و علا را جمال بیچون و چراش نشان میدهد. وقتی که خداوند جل و علا را که جمال بیچون و چراش که نشان داد، همه انسان هایی که در جنت با وجود همون خیلی نعمت دادن، همه این نعمت ها فراموش میشود.
که بسیار لذت ای همه شیرین ترین، از همه نعمت شیرین ترین، لذیذترین انا همیشه است که همه این نعمت هایی که در او جنت بدن همش درباره اهل جنت وقتی دیدار مبارک خداوند جل و علا را بینن این نعمت برخوردار شوند، یعنی وقتی که چی کردن چی میشوند ای خود میروند بسیار این نعمتی که این لذتی که در این جا مثلا دیدن ای لذت هیچ وقت رنگ این لذت دیدگی نیستند. گفته در حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند درباره دیدار خداوند جل و علا که 4 مذهب 4 گروه اختلاف دارند: جهمیه، معتزله، خوارج و امامیه، یعنی شیعه ها اختلاف دارند، لکن نظر آنها در این مسئله طبق کتاب و سنت مردود است. همه صحابگان و تابعین، پیشوایان دین، چه اهل حدیث چه مجموعه همه اهل سنت و جماعت دیدار خداوند را اعتراف دارند و این مسئله از جمله بزرگترین مسئله اصول دین است که از جمله دلیل هایی که رویت خداوند که ثابت است در این آیات های قرآنی است که آیه 22 و 23 سوره قیامت، آیه 35 سوره قاف، آیه 26 سوره یونس و آیه 15 سوره مطففین و آیه 143 سوره اعراف و آیه 103 سوره اعراف. اینها در خداوند جل و علا صراحتاً شو کردگی گفتگی که استعیذ بالله در سوره مطفف کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون و لن ترانی ولكن ان الجبل ان استقر مكانه فسوف ترانی لا تدرك الابصار و هو يدرك الابصار. همه اینها للذین احسنوا، انا در سوره یونس میگه که الحسن و زیاده، انا همه همینها دلیلی که خداوند جل و علا را دیده می شود و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون گفتن انکم ترون ربکم کما ترون القمر فی هذه اللیله تا تضامون فی رؤیته. اگر به شرطی رؤیت ممکن نمی بود خداوند جل و علا لازم میاد که گویا خداوند حضرت موسی علیه السلام درباره خداوند جل و علا جهل داشته باشد، نادانی داشته باشد، چیزهایی که برای خدای تعالی درست است یا که نادرست است ندونه، حالان که پیغمبران از چیزها منزه که درباره ذات خداوند و صفات خداوند جل و علا چه که جهل باشه جاهلی باشه او را سوال نمیداد. فقط انا و خداوند جل و علا در دوام آیت که استقرار در نسبت دادنش رویت چی است ممکنه لیکن این خاصه در چیه در آخرت است. برای همون این گروه ها به سبب انکار رویت دین دنیا را فاسد کردند. این چنین همچنین یهودها و نصرانی‌ها در نصوص تورات و انجیل به تأویل‌های فاسد و نوا را دست زدن. خداوند ما را از این تأویل‌ها نگه دارند. برای همون بیهوده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در زمان خودش فرمودند که اسلام به 73 گروه جدا می‌شوند و شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه اینها در دوزخند مگر یک گروه که او گروه ناجیین اهل سنت و جماعت هستند. برای همون که عقیده فاسد و تأویل‌های فاسدشون احادیثی که درباره رویت خداوند جل و علا هست، حدیث ها به حد تواتر رسیده، تواتر معنوی، آنها را اصحاب صحاح 6 هم روایت کردند. زیاده از 30 صحابه حدیث های رویت را روایت کردند. رویت خداوند برای اهل جنت حق است. تخصیص اهل جنت این را افاده میکند که بغیر اهل جنت رویت نیست. ولی در صحیحاً روایت ثابت است که در محشر پیش از در آمدن جنت نیز دیدار خداوند را دیده می شود. علما در این مورد دیدار خداوند برای اهل محشر اختلاف کردند و 3 قول دارند. یکم قول همیه که قول اول در محشر فقط مؤمنان میبینند. دوم قول همیه که اهل موقف یعنی مؤمنان و کافران همگی خداوند را میبینند. بعد دیگه کافران از دیدار محروم میشود. همه آیت هم دلیل میکنه که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. وقت پرده میشوند و اهل جنت ده دیگه اونها خداوند جل و علا نمیبینند. و قول سوم همه که همراه مؤمنان منافقان هم میبینند نه کافران. خلاصه همین خیل درباره رویت خداوند جل و علا اختلاف علما وجود دارد. همین گونه اختلاف درباره سخن گفتن خداوند جل و علا به اهل موقف هم ثابت شدگیه. امت اسلام بر این اتفاق دارند که هیچ کس در این دنیا از جمله رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شب معراج خداوند را ندیده است.
در مسئله رویت پیغمبر علیه السلام خداوند را در شب معراج از صحابگان اختلاف ثابت است، لیکن قول راجح همیه که در شب معراج هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را دیدگی نیست. عادت الله همه خیلی جاری است که برای انسانیت چه مقامی بلندترین و چه مقامی پایینترین باشد در این دنیا دیدار خودش محال کرده است که در این دنیا دیده نمیتواند، خواه انسانی مسلمان عادی قطاری باشد یا اولیا باشد یا پیغمبر باشد، خداوند جل و علا را نمیبینند در این دنیا. گفته برای همون در این دنیا دیدنش هیچ کس قدرتی نداده است و این چشم سر خداوند را بیند. از این جهت جماعت از محدثین، فقها و متکلمین بر امتناع رویت خداوند در این دنیا اتفاق دارند. رویت خداوند بدون کیفیت چگونه و بدون احاطه است از جهت کمال عظمت و بزرگی خداوند جل و علا که مطلق خداوند جل و علا قدرت نمایی مطلق نشان داده از مخلوقات چیکار کرده است که چگونه بودنش چیکار کرده است سطر کرده است که ایرا چگونه بودنش نیست، همچنانی که خداوند در آیه 104 سوره انعام و 110 سوره طه ذکر شده است که و من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. گفته چو کرده خداوند جل و علا خبر کرده است. برای همون حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در کتابش بیان میکند، در دوام همون دلیلهاش میگه که باید که در موضوع دیدار خداوند جل و علا هیچ آیت حدیثی رو با فکر خیال خود تحویل نمی کنیم، زیرا کسی که بدینش سالم میموند نزد آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر ظاهرش تسلیم داشته باشد و دانستن آن را به داننده‌اش کند حواله کند که الله اعلم بمرادهی بگه. شخصی قصد دانستن علم کند که از او طلب کرده شده است از حذر کردن او، یعنی اگر یک از دعوا کنه که من مثلا علمی تقدیر میدونم، علمی پنهانی را میدونم، علمی مفقود میگن اینا میدونم بگه، او آدم چیکار کرده است؟ او آدم در ترک کردنش از توحید خالص، از صافی پاکی عقیده، از ایمان درست او خلکنه او باز میدارد، در نتیجه در بین کفر ایمان و انکار اقرار حیران میگردد و شک و وسوسه گرفتار شده، نه دیگر او مؤمن حق است نه کافری داشته. ایمان و تصدیق دیدار بهشتیان از کسی که آن را تعویل میکند درست نیست. تفسیر ایمان صحیح دیدار خداوند و تمام آن که با او نسبت داده می شود و ترک کردن تعویل و تسلیمی ظاهری بیچون چگاری قرآن و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. اگر کسی که تعویل کند، تشبیه کند، از تشبیه اگر حذر ننماید، خواه نخواه او خطا میکند و با کامل درست شناخت خداوند برایش میسر نمیگردد، زیرا پروردگار دارای صفات‌های بی‌مثل مانند است که هیچ کسی از اولاد بشر دارای آن صفات‌ها نیست. خداوند حدود ندارد، غایت ندارد، رکن اعضا ندارد مثل دیگر مخلوقات که همچنانی که دیگر مخلوقات 6 جهت داره، پیش داره، قفا داره، بالا داره، پایان داره، چپ داره، راست داره. از این جهت خداوند جل و علا منزه است. برای حضرت علامه تفتزانی هم در شرح عقاید نصفی میفرماید ولا یتمکن بمکان ولا یجری علیه زمان. خداوند جل و علا به یگام مکان وابستگی ندارد، مکان نمیگیرد، به یگام وقت با او نمیگذرد و خداوند جل و علا جهت یگام جهت ده خدای تعالی را نسبت داده نمی شود، نه بالا، نه پایان، نه دفت، نه چپ، نه پیش، نه قفا. اما آیات ها و ظاهری احادیثی که در قرآن و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است، اینها چیان؟ علمای اهل سنت میگن که اینها متشابهات غیر از خدا دیگر هیچ کس نمیدونه. خداوند جل و علا خود در آیه سوره آل عمران آیه 7 بیان میکند استعیذ بالله والذی انزل القرآن منها محکمات هن ام الکتاب و منها متشابهات. میگه که خداوند جل و علا ذات است که قرآن نازل کرد. از بعضی آیات های قرآن چی است؟ او اصل کتابه، چی است؟ محکماته.
مثلا میگه خداوند جل و علا لیس کمثله شیء از جمله محکمات و کان الله سمیعا بصیرا از جمله محکمات اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. اینها چه آیات های محکمات. لیکن بعضی آیات های قرآنی هست که اینها چه متشابهند، متشابه که احتمال دیگه معنا را داره و را معناش غیر از خدا دیگر هیچ کس نمیدوند. متشابهات دو قسم میشن. متشابهاتی که در اوایل سوره های قرآنی هست که در اوایل 14 سوره قرآنی چی کرده؟ آیات های قرآنی، آیات های متشابهاتی حقیقی هستند که مثلا میگه استعیذ بالله الف لام میم یا سین، یعنی حروف مقطعاتی که در اوایل قرآن اینها را مفسرین تفسیر میکنند، علمای اهل سنت و جماعت که الله اعلم بمراده به. و صفات هایی که درباره خداوند جل و علا خدای تعالی خودش گفته که ظاهرشون اندام و اجزا را و رکن برای خدای تعالی ثابت میکند. خدای تعالی از این چیزها هم منزهه که خداوند جل و علا خود میگه که چی میگه؟ ید الله فوق ایدیهم، یا که تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسی، یا که میگه و یبقى وجه ربک ذی الجلال و الاکرام، یا که خداوند جل و علا میگه استعیذ بالله الرحمن العرش استوى، یا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در اخیر شب ده خداوند جل و علا با آسمان دنیا نزول میکند، یا که نباشه همه انسان ها را دل هاشون در مابین اصبعی رحمان، یا که نباشه ما خلقت یدی گفته، یا که مثلا فلک باعیوننا گفته. ظاهر این آیات ها خداوند جل و علا در اندام و جوارح ثابت میکند. ظاهرشون هیچ وقت نه علمای سلف نه علمای خلف اینها را چی دارن؟ هیچ کدامش چی دارن؟ میگن که اینها آیات های متشابه هستند، هیچ کس اینها را نسبت نمیتین مگر گروه های اهل بدعت یا را نسبت میتین. و خداوند جل و علا خودش در دوام آیات میگه که و اما الذین فی قلوبهم زایغ فیتبعون ما تشابه منه. اما کدام انسان هایی که میل به باطل دارن و که ابتغاء الفتنه مابین مردم در برای مقصدشون فتنه کردن، اونها چیکار میکنن؟ از پشت آیات های متشابهات میگردن و ورا که میگن خدا دست داره، میگن خدا پا داره، همچنانی که میگن امروز به مذهبا ما نمیدونیم. انا همین چیا؟ انا همین بر ضد آیه مقطوع به ضد همین خیلی کدام انسان هایی میگه که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. وقتی گفتی خدا دیگر مخلوقات هم دست داره، خدا پا داره، خدای تعالی هم پا داره گفته، چی میکنن؟ اینها آیات هایی هستن که اینها را فقط همون اهل بدعت یا را تعبیر میکنن مقصدشون چی است؟ فتنه کردن. در دوام آیات میگه که ولا یعلم تاویله الا الله. معناهای اینها را غیر علم کدام انسان هایی که در علم استوار بسیار استوای علم دقیق دارن، اونها میگن که ما همش ایمان داریم همه از جانب خدا است و چی؟ و حقیقت ای کیفیتش ای معناش خودداری میکنیم. اینها را ما نمیگیم بلکه میگیم خداوند در علمش تفویض میکنیم، میسپاریم. مراد ایا چی های گفته خداوند جل و علا خودش نسبت میدیم و میگیم که ایرا الله اعلم بمراده گفته. چی میکنیم؟ میگن وکی و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهذا کل من عند الله. میگن ما باور کردیم همه از نزد خداست گفته. اونها هم خیلی اقرار دارن که درباره آیات های متشابهات. ولی همون علمای اهل سنت و جماعت میگه که هر چیزی که ظاهر قرآن آمده ما باور داریم. همچنین حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب وصیت نامه‌اش بیان میکند که بسم الله الرحمن الرحیم نقر بان الله علی العرش استوى من غیر استقرار و احتیاج الیه و هو حافظ علیه و لغیره. گفته بیان میکنه همون بیان کردن برای همایی که خداوند جل و علا ما صفت استوا داره، خدای تعالی را باور داریم، ایمان داریم، لیکن چیه کیفیتش نمیدونیم، چگونگیش نمیدونیم. همچنانی که ای حضرت امام مالک رحمت الله علیه روایت مشهوره که مخصوص حضرت امام مالک درباره همین آیه 5 سوره طه پرسیدن که حضرت امام مالک رحمت الله علیه در صحبت بود یا که موعظه‌اش بود یا که درس خونده بود، یک انسان ناگهان آمد گفت کیف استواء الله تعالی کما جاء فی قوله تعالی الرحمن علی العرش استوى. حضرت امام مالک میگه جواب نداد. دیم بار سوال کرد که حضرت امام مالک رحمت الله علیه غضب کردن، قهرشون رگهای غضبشون خیست، رنگشون سرخ شد. دوم بار جواب نداد. سوم بار بعد گفتن که الاستواء معلوم والکیف غیر مجهول. یا که در روایت میگه که والکیف مجهول، غیر مجهول گفته یعنی معلوم نیست گفتگی، و مجهول گفته یا غیر معلوم گفته، غیر معلوم گفتگی یعنی مجهول گفتگی.
غیر معلوم یعنی مجهول و کیف غیر مجهول و چی انا غیر معلوم گفته یعنی غیر مجهول و چی و الایمان به واجب و سؤال عنه بدعه. گفت که ایمان آوردن که خداوند جل و علا صفت استوا داره واجبه و از چگونگیش پرسیدن چیه بدعت. زیرا وقتی که این آیت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای صحابگان برای شاگردانشان و شاگردانشان برای تبع تابعین تعلیم دادن، یگام کس از همین بزرگا از علمای سلف چی صحابه چی تابعین چی تبع تابعین یگام کس سوال نکرده همین سوالی که کیف استوا الله تعالی گفته سوال داده باشن همین خیلی سوال شدگی نیست. برای همو گفتن این سوال بدعت، ایمان آوردن به چی واجبه. فخرج هذا المنافق گفتن که آدم منافق بوده این ای پیش چشم من براری که این چی بوده منافق بوده. گفته حضرت امام مولوی رحمت الله علیه او را رد کردند. برای محترم عزیزان نه فقط این عقیده فقط امام مالک بلکه عقیده تمام علمای سلف که علمای سلف تا همه میدونن علمای سلف که اینها تا 300 هجری همش علمای سلف میگن که در تحت اونها که صحابگان داخله تابعین داخله تبع تابعین داخله که اینها را به اساس حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت دادن برای خیر اساسی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بشارت داده همه اینها چی است بشارتی به خیریت تاج کردگیان و تمامی صاحبای 4 مذهب اهل سنت و جماعت و تمامی سیهای سته همه در تحت علمای سلف در تحت سلف صالحین داخلن. یگام کسی اینها برای خداوند جل و علا آیات های متشابه چیکار کردن معنا ندادن بلکه گفتن که الله اعلم بمراده خدا میدوند از این آیات ها چیه غیر از خدا دیگه هیچ کس نمیدونه. ولی هم حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش بیان میکنه که وله ید و وجه کم ذکر الله تعالی فی القرآن و کل له صفات بلا کیف. گفته در اخیر با بیان میکنه که اما خداوند جل و علا این آیات ها نه به معنای جوارح بلکه به معنای چیه به معنای صفت خداوند جل و علا به کیف. بود دوام بیان میکنه که و غضبه و رضا صفتان من صفات الله تعالی به کیف. غضب خدا و رضای خدا و صفات های خدای تعالی به کیف گفته. بود پایانتر با میگه قضا تقدیر مثال چی مشیت و چی اینها چی است صفات های خداوند جل و علا است به کیف. گفته حضرت امام اعظم رحمت الله علیه درباره فقه اکبرش بیان میکند همین چرا همین گپ را برای همون که خداوند جل و علا که گفتیم حد نداره رکن اعضا نداره و مثل دیگر مخلوقات از جهات 6 گانه چی است یا 6 گانه او را احاطه نمیکنه. گفته حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در کتاب متن عقیده طحاویش بیان میکند برای که همون عقیده امام طحاوی رحمت الله علیه کتاب متن عقیده طحاوی در بیان عقیده اهل سنت و جماعت اون کس 105 عقیده اهل سنت و جماعت در کتابش بیان کرده و در اول کتابش گفت است که هر چیزی که من در این کتاب جمع آوری کردگیم عقیده حضرت امام اعظم و شاگردانش می باشد. برای همون که این عقیده تخلیص عقیده اهل سنت و جماعت بیان کرده حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در اول کتابش همین خیلی اقرار میکند. و خداوند همه ما و شما را به راه راست هدایت کنه، محبت خدا و رسول و صحابگان رو در دل یکی ما جا کنه. دعا میکنیم در اخیر خود اللهم استرنا بسترک الجمیل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعتقنا رقابنا و رقاب آبائنا و امهاتنا و ازواجنا و ذریاتنا من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أعلم بالصواب برحمتك يا أرحم الراحمين.